سلام علیکم بیننده های شبکه شهنان. امروز ما همراهی جماعی خود برای تبریک کردن امروز خانواده هم فرزند خاندان هم کلین این خاندان امروز زادروز دارند. آن لحظه های پر از خرسندی را می‌خواهیم پیشکش شما کنیم. امروز تبریکات از شهر اسرائیل از نام مادرجان عزیزشان این لحظه های خرسندی را پیشکش شما می‌کنیم. از نام مادر مهربان نیکنایتی فرزندان عزیز را امروز عزیزکه را و پروین بانو را تبریک کرده آن لحظه های خرسندی را با هم می‌بینیم. با ما باشد رفتیم. پدر مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان این خانواده. هر یکی شما را به امروز روزی خرسندی و این زادروز عروس نازنین این خاندان خوش آمدیتان میگوییم. البته ما امروز برای تبریک کردن امروز صاحب جشن برای تبریک کردن پروین آیتی آمدیم. اگر بملال باشیم اگر پروین آیتی را همراهی عزیزکه، همراهی شهناز آیتی، همراهی البته فخرالدین اکا تا خرسک زنیم تکلیف میکنیم. مرحبا. سلام میکنم برای شمایان. امروز زادروزتان مبارک. پیش رسید مهمانا همه تماشا کنند. السلام علیکم. نظم شما. امروز شنیده کافته من در خاندان عزیزکه مهمان شده ایستادیم. عروس نازنین خاندان من چند ماه پیش که یک طوری کلام شده بوده است. من در این خاندان روزی خرسندی خوشبختی امروز پروین آیتی اندامی کی آمدگی باشیم؟ گفته یک تا پرسید گفتن اندامی کی آمدگی ما؟ نه خرسک میزنیم می؟ دلی فرزند البته می آمده از نام مادرجان عزیزتان که در مسافرت هستند از نام نیکنایتی گفتند که پیش از همه برای بیجانشان برای مادرشان رحمت رسانید که جای منو معلوم نکرده کمبودیاش پره کرده حیات و تیار کردگی انسان خیلی که من هیچ وقت خطا نکردم که همراهی ویا رشته خداگری را بستم. من بفخرم این خیلی انسان که خدا شدگیم با من از دختری من یاش باشد اگر کمبودیاش روز کرده من با واقع رسانسین باز مهر خودشانه محبت خودشانه رسانسین رحمت برایشان. امروز که زادروزش هست دختری من اگر چقدر که مادر و نیت های نغز و نیکش باشد اگر همه نیت های من برای دخترک نازنینم امروز برای پروین بانو رسانید که امروز روزی خرسندی روزی زادروزش هست. دخترم قدر همین عشق بدان شوهرت را دوست دار از دل و جان. دخترم در راهی طولانی عمر قدم از قدمش دور نمان. دخترم شوهرم آینه ای توست نصرت و گرمی کاشانه ای توست با غم و شادی و بربیش و کمد همراه و همدم و همخانه ای توست. دخترم گیر دعا از مادر گوش کن حرفی سزاواری پدر. دخترم گیر دعا که دعا بهزی هر دور و گوهر. دخترم قدری همین عشق بدان شوهرت را دوست دار. از این خاندان آوازی گریه کودک براید آوازی زندوله گوهاره براید. در آخر روزها خداوند کریم یک شعر بسیار هم زیبا است میخواهم در این عائله های نوجوان خواهیم برایشان خوانیم. من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود نامبرداری عزیز جان گردد میانی مردمان نامی فرزندی نخستین نامی پیغمبر شود. گفتگوی دست ما خالی باشه تا خرسک زنیم کنیم. امروز زادروز البته عزیز جان در روی دنیا بودگی از همه کتاب قیمت بهاترین که در آینده آنها پدر مادر نبیره من می شود.
بگذار نبیره من فرزندی صالح و صالحه شده به دنیا بیاید نامبرداری انمی عزیزان و اولادی آن کس شوند فقط روزهای خرسندی به آمده آنهای تبریک کردن گیریم و روز خرسندیشان از همه در روی دنیا کتابی قیمت بهاترین کتابی قرآن را برایشان تیار کرده آوردیم باز یک تکرسک میزنیم مرحمت میسپاریم مبارک باشد و البته دستگلی زیبا دستگلی پول و توسعه برای خواهر نازنینشان مبارک باشد امروز که باید که خاطر رسان کنیم خدا رحمت کند مادر جان عزیزی نگینایتی که امروز زادروز داشته گفتم که جدا هم مادری مهربان و خاکسار بودن آخرتشان آباد باشد نیت کردم که دخترم هم الان خیلی خاکسارترین شود نامبردار عائله شوهرش شده در همان جایی که رفت سمت شده نام ما را بردارد خاندان دامادمان خاندان عزیز جان باغچه بچگانه شود و هر سال آخر روزهای خرسندی با آمده تبریک کردن گیریم برای پدرجان خاندان ما برای فخرالدین احمد رسانه گفتن که من امروز جای ما را معلوم نکرده فرزند عزیزی ما را تبریک میکنید بگذار همیشه باشید و از نام منم امروز فرزند عزیزمان را تبریک کنند گفتن یک سخنهای نفس از زبان شما مرحبا همینو با وقت شود چی نیتش گذار نیتش برسد رحمت البته نیتهای نفس نیک از زبان شمایان از کلام سلام شنویم از نام آنا جان عزیز مرحبا سلامت کردم کجا بخت کنت کرد و بخت شوم عمر دراز کرد صد و درون دخترم هم نورم هم دامادم هم نورم هم سخت سلامت کردم کجا عمر دراز کرد رایم رحمت مرحبا مهمانان عزیز من امروز زادروزی نورکم عزیز جان کلینمو پروینه‌ای می باشد من این نوع از صمیم دل از صمیم قلبم تبریک و مبارک میکنم از نام همه خیش منجبس شدگی که خیش تبارها از نام عموها از نام خالها اینو تبریک میکنم الهیم خیش پیرو به دولت شویتون الهیم سر فرزند سر دولت شویتون همین دخترم و الهیم دختر شده هم کلین شده هم دختر شده خدمت کنید الهیم خدمت کرده الهیم رحمت گیرید من این پدر مادرای شما کلام کردگی به هزاران رحمت میگیم الهیم همه وقت ساغ و سلامت باشیتون همه وقت همه خانه با گل برای یش نکده گردیتون من بعد از کمتر وقت با یکتا کلین میبیاریم من این کس با اوسون شود اوسون خود همه خواهر بریم بیاشون الهیم همین خدمتی پدر و اسم مادر و اسم شده عزت و حکمت به سزاوار شوند رحمت کنی یک تنیت های نمزونه که شما هم شنویم کنی مرحبا خوش آمدتان نوری دیده تاجیسه ام جانم صد بدر و سخت سلامت کرده کلمونم پرگناوی صد بدر و سخت سلامت کرده با منی باقی ما راضی بر منی هموشون دادش بیشون بر رحمت آیتیم به دختر شده خدمت کردین هموتون بر رحمت رحمت امروز شهنازایتی روزی خرسندی خاندانه امروز روزی خوشبختی من این دو نوجوان صاحب عائله و صاحب بخت شدند شما را هر سال با تولد شدن نبیره ها تبریک گویم حضور و حلاوتی انمین عزیزکه ببینید و انم خیر روزهای خرسندی با فقط آمده شما تبریک کنیم مرحمت از نام مادری عزیز تبریک برای فرزندان مرحمت و اکبر رحمت کلام دگرتون با همتون خوش آمدتون نوری دیدیم تاجی سرم الهی من این بچه هم که شپیر و بدولت شوم همه وقت سایدمون به سخ سلامت گردنم همه تون با رحمت دادشون بیشون بهم رحمت هم که تربیت دوده به دودگیشون با رحمت خوش آمدتون رحمت سلامت باشد حاضر مهمانانی عزیز تا در آمد عزیزکا ما را گفته پیشواز گرفتن گفتن که من سال شرم می‌دارم مهمانان امروز بسیار من پگاهی که تبریک ما کردم انام من یک تا شعرتون هست هر بار میخونید همونه مایلش امروز از زبان من خوانده تل میارزد گفتن امروز از زبان عزیزکا بهر عروسی نازنینشان میگویم اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست
می‌دارم اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم قسم بر قاش و ابرویت قسم بر شعله رویت قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم گفتم تا خرسک زدیم دوستاریاشون ابدی باشد امروز روز خرسندی مبارک البته در توی شیرینی بریدیم امروز نیز برای شما با یک تا شیرینی از قصر اویس تا تیار کرده آمدیم گلها را تید یک جا احتیاط کنند مرحمت شیرینی زیبا و نزد امروز جوانان نزدیکتر بیارند کارت ها را تیار کنید البته پیششان با آمدگیران شمها را مرحمت نیت کرده امروز شیرینی را میبرند هم ما نزدیکتر دادا جان بی جان ها نزدیکتر ایستاده این شیرینی را میبریم مبارک باشد بار دیگر امروز زاد روز خرسندی را مبارکباد میگوییم اگر مهمانان عزیز سخنهای نوز و نیکتان باشد اگر در این روز خرسندی میشنویم البته در روز خرسندی چی نیت کنیم اگر فرشته های راهگذر آمین میگفتیم و هر امروز جوانان سخنهای نوز و نیک از زبان مهمان ها باشد اگر میشنویم کنی که آمده به حضور امروز و صحنه برآمده تبریک کردنتان ممکن است از کی میشنویم تبریک رقصش که تو میاد رابطه با موزیک تیما سرودهای رقصی برای هر یکی امروز مهمان ها انمی دوره کلان این خاندانی پرفایز بهری هر یکی شما مرحمت رقص و بازی خرسندی خوشحالی کردنتان ممکن زاد روزتان مبارک مرحمت شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا منطقه بیاد تو هر شب آسومی ندیسم جای تو خالی عزیزم سر من آسومی ندیسم جای تو خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیاد سوی من دنیای من دلبر من لطاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیاد سوی من دنیای من دلبر من لطاب خوشگل شبهای من
تکلیف کردیم که علاج نشد. امروز روزی خورسندی هم زادروزی عزیز جان هم زادروزی نبره شیرینتان از یانشان استید کلیم باشه امای طرف استید. امروز ازامی پیران ازامی کلان سالان من امی خاندان نورانیشان میگویم پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند، گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیدند. حرمتی پیران نمای و از جوانی بس مناز، زیرا پیران ایامی جوانی را دیدند. حاضر شما که همین دنیای وقتی جوانیت تا این دم رساندید پستی و بلندی های زندگی بود، برای فرزندها من نبیره ها راه نشان دهنده شاید دعا کنید که در زندگی هیچ وقت پیش پای پا نخورند، فقط با راهی راست گردند و نامبردار شمایان باشند. مرحمت. رحمت باشم، سو باشتم، سلامت باشتم، خوش آمدتم. چقدر یک کردم دنیاتم است. همین دو یاب شد کش قریب من کش بیره بداوش. ای مومر عمری دراز بسکب حراس دیدم. سو باشم همین سلامت. چی نیت کرده بچه میگم؟ رحمت بابا جانی عزیز سلامت باشن. مهمانان عزیز بار دیگر اشتخاهای خوش میگویم شمایان و امروزه خانواده با این بزم زیبا با خوش آمدیدتان و زادروزی عزیز جان و زادروزی امروزه پروین بانو هر یکی شما با خوش آمدید میگویم. در خدمت شما با چنین سورپرایز ها با چنین کیفیت اعلی و پوزیتیو بخشنده جماعی شهنان بودن. به دقت هر یکی شما تشکر میگویم. صحتمند و سلامت باشید. البته بیننده های عزیز ما این بودن یک لحظه خرسندی پر از احساسات از آن مادر مهربانشان که در مسافرت هستند. امروز دختر نازنین دامادی خاندان را تبریک کرده آن لحظه های پر از خرسندی پر از خوشبختی آن لحظه های تاریخی را پیشکش شما کرده. مانند هر روز و هر وقت جماعت شهنان با چنین پوزیتیو با چنین سورپرایز ها در خاندان شما خدمت شده آن لحظه های خرسندی شما را با آن زرورقان کلان کتاب شهنان مهر ساخته همراهی خود و خاندان شما خوشبختی و خرسندی را می‌بیاریم. برای شمایان برای دقت تشکر می‌رسانیم. رحمت برای مهمانداری. صحتمند و سلامت باشید. رحمت.
جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روز جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. ناله کنم نمیشه، همدان بودم همیشه، دردگ دل آزاره دوان دوان بپیشه. ناله کنم نمیشه، همدان بودم همیشه، چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه. ای